امروز ترۆریسم و اکستریمیسم همچون وبای عصر با امنیت جهان و هر یک ساکن سیاره تهدید کرده برای بشریت خطری نکمتر از سلاح یادرویی را به میان آورده است. سلام و درود تماشابینان عزیز، برنامه تحلیلی سایه روشن است منظورتان. امروز تروریسم و اکستریمیسم دینی یکی از موضوعات کلیدی و داغ روز جامعه جهانی می باشد. متاسفانه در اوضاع پرتضاد جامعه کنونی نه همه اقامت کنندگان منطقه آسیای مرکزی خاصتا جمهوری تاجیکستان از تهدید ضمانت در کنار ماندند. پیوسته حرکت‌های تروریستی شدن یک شمار معین شهروندان منطقه از آن شهادت می‌دهد که عامل‌های پیدایش عقاید افراط‌گرایی در منطقه به یک چند ده ساله پس سر شده برمیخورد. همین است که بحث نخست نمایش برنامه تحلیلی سایه روشن تاریخ راه یافتن عقاید افراط‌گرایی در منطقه و در زمینه آن آلوده شدن تفکر بعضی از نفران در جامعه تاجیک انتخاب شده است. خاطر رسان می‌نماییم که برنامه تحلیلی سایه روشن در همکاری با کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از تلویزیون جهان‌نما و رادیو خاور پخش کرده می‌شود. در مهمانی ما حضور دارند محرمبک انورزاد، کاتب علمی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. در آغاز صحبت و قبل از سیر نمودن به تاریخ نچندان دور که عزم داریم پیدایش عقیده های افراط‌گرایی در منطقه بخصوص جمهوری تاجیکستان را بهر تماشابین آشکار کرده باشیم، می‌خواستیم نظر شما را وابسته به پیدایش افراط‌گرایی شنویم. مرحمت. البته اون چیزی که درباره پیدایش حزب و حرکت‌های افراطی خصوصا در کشورهای مسلمانی با خصوصیت انعکاسی اندیشه‌های دینی پیوند خورده ایستادند، اولا این محصول برخورد منفعت قدرت‌های جهانی هنوز از ابتدای عصر 20 این تأسیس یافتند و زمینه گذاری شدند و تا امروز متاسفانه این روند ادامه دارد. ثانیاً اگر ما در کشورهای خصوصا مسلمانی اگر پیدایش و در فعالیت همه این حزب و حرکت‌های خصوصا دینی را اگر ما تحقیق کنیم، اینها پیش از همه بیشتر با اختلاف با حرکت‌های ملی آزادخواهی کشورهای آفریقای شمالی روانه شده هستند. یعنی این یک اندازه حرکت‌هایی که بی‌واسطه از داخل حرکت‌های آزادخواهی از مستملکه‌داری شکست دادن و یک تفریقه بسیار جدی در میان حزب و حرکت‌های اصلاح‌خواه و آنهایی که در مبارزه برای آزادی از مستملکه مبارزه می‌بردند میباشند. آن چیزی که درباره انتقال این حزب و حرکت‌ها به کشورهای آسیای مرکزی و خصوصا به تاجیکستان، اگر ما به تاریخ انتقال آنها نظر کنیم، ما می‌بینیم اولین نمونه ترغیب اینا هنوز از سال 1971 وارد نمودن ترغیبات تعلیمات تشکیلات اکستریمیستی اخوان المسلمین بود که از طریق دانشجویان مصری به اتحاد شوروی وارد کرده شد و از جمله یک تعداد معین این دانشجویان در تاشکند تحصیل کردند و اولین مراتبه ادبیات و ورقه های همین برای اخوان المسلمین وارد شدند به این منطقه و بعدا در هر جا خصوصا وادی فرغانه، اندیجان این ورقه تقسیم شدند و اولین زمینه تعلیمی بگویم اندیشه‌های افراطی اسلام سیاسی وارد اتحاد شوروی شدند و سال 1973 همچنین در زمینه همین دستگیری دانشجویان کشورهای عربی در اتحاد شوروی سال 1973 اولین مراتبه از جانب دانشجویان فلسطینی آیین‌نامه، فعالیت و اون کتابایی که مربوط به فعالیت حزب تحریر بودند وارد اتحاد شوروی شدند و از جمله وارد آسیای مرکزی شدند. و اون چیزی که ما امروز در فعالیت همه حزب و حرکت‌هایی که در مثلا آسیای مرکزی و از جمله در تاجیکستان دیده ایستادیم، در زمینه همین دو حرکت اساسی که زمینه بسیار استوار آماده کرده هستند برای خودشان می‌بینیم و خصوصیت ایدئولوژی و یا بگویم خصوصیت غایوی همه این حرکت‌ها پیش از همه تغییر دادن شعور عنعنوی و فهمش دینی مردم، یعنی از میدان بیرون کردن اون شعور عنعنوی تحمل پذیری دینی که در آسیای مرکزی در دوره تعلیمات بگویم مذهبی در اینجا رایج بود برکنار کردن و بجاشون یک اندیشه های افراطی سیاسی را چی کردن وارد میدان یا وارد فضای دینی این کشورها کردن.
از این برمیاد که در زمینه وارد شدن عقیده‌های افراط‌گرایی و شکسته شدن مرز آهنین اتحاد شوروی از جانب این قوه منفور، نظرات افراط‌گرایی به آسانی میان جامعه تاجیک دامن پهن نمود. البته ما بعد شکستن اون بگویم سرحد آهنین اتحاد شوروی متاسفانه یک فضای بسیار نااستواری در جامعه پدید آمد و از سالهای 90 هنوز ما از کشور، خصوصا جوانان کشور ما، تعداد زیادشان برای گرفتن تحصیل دینی وارد کشورهای خارجی شدند و تعداد زیاد ادبیات دینی که در کشورهای خارجی به تب رسیده بود، هرچند مثلا اکثر اون ماهیت و مضمون بگویم افراطی و ترغیباتی و سیاسی داشت، ولی که متاسفانه همون دوران همه همین مبادا وارد کشور شدند و این چنین دانشجویانی که در این کشورها دیگر خصوصا تعلیمات دینی در مؤسسه‌های خصوصی گرفتند، متاسفانه همه همین اندیشه‌هایی که اونا تعلیم گرفتند و با اون اندیشه‌های افراطی که برگشتند، متاسفانه فضای معتدلی کشور را چه کردند؟ نااستوار کردند و یک بگویم روند نوی برخورد تعلیمات دینی عنعنوی ماور و هنر، مکتب‌های ماور و هنر و برخورد مکتب‌های دیگر از طریق مثلا خود همین مثلا تعلیمات اخوانی ها میگویم یا تعلیمات مثلا سلفی ها میگویم یا تعلیمات انصارالله میگویم یا مثلا تعلیمات المجاهدین، یعنی وارد فضای دینی جمهوری تاجیکستان شدند. و اینجا با یک نقطه تاریخی بسیار مهم است، اگر ما با تاریخ اشاره کنیم، هنوز در عصر دهم وقتی که اون تعداد دانشجویانی که در مدرسه نظامیه عراق تحصیل کردند و باز پس به سمرقند و بخارا و دیگر مناطق آسیای میانه برگشتند، اولین زمینه های اختلافی هنوز در همون جا واگذاشته شده بود. یعنی اختلاف این بواسطه زمینه های بگویم تاریخی هم دارد و این پیش از همه برخورد منفعت ها و از بین بردن اون ارزش های فرهنگی که این ملت و این قوم و این مردم دارد. چون که اون چیزی که امروز ترغیب می شود از جانب گروه های افراطی، این پیش از همه بی ارزش کردن میراث فرهنگی قوم و ملت های این منطقه هست. چون این ارزش هایی که مثلا اون فرهنگ و میراث فرهنگی که مثلا مردم تاجیک دارد، اگر او از لحاظ دیدی بگویم اسلامی اگر بی ارزش، بی منفعت، یعنی بی قرب شود، در این صورت خانه‌ها هم جوانان ناآگاه وقتی که این ارزش‌ها ناچیز حساب دیده میشن و البته روم باید به اون ارزش‌هایی که از دید آنها چه هستند؟ مقدس هستند. خب تا سال 2005 عقیده‌های افراط‌گرایی و ادبیات افراط‌گرایانه در شکل کاغذ و مجله‌ها وارد جامعه می‌گردید، اما امروز وضع دیگر است که آن هم ترغیب شدن عقیده‌های افراط‌گرایانه در شبکه‌های اجتماعی میباشد. پس امروز مبارزه مقامات در این سمت چگونه است؟ چنانکه که شما قید کردید که با گذشت ملت مثلا اگر از سال 1990 تا 2005 همه این مثلا مواد دینی خصوصیت یا مضمون افراط‌گرایی داشته، از طریق کتاب، از طریق مجله ها، از طریق مثلا ورقه ها وارد کشور میشد، بعدا آهسته آهسته مثلا با پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به تکنولوژی معاصر مثلا همه این وارد شبکه‌های اجتماعی و ماهواره ها و دیگر بگویم تکنولوژی معاصر جهانی شد. و امروز متاسفانه ما دیده ایستادیم مثلا یک خودی مثلا دولت اسلامی عراق و شام از روز فعالیتش مثلا اگر از سال 2012 ما تحلیل کنیم، مثلا از تأسیس یک برنامه دینی الفرقان سر کرده، در نهایت اکادمی، چندین نشریات ها، چندین سامانه های رسمی در شبکه‌های اجتماعی، خزینه خیریوی و با یک بگویم کارپوراسی جهانی تبدیل یافت و همه اون امکانات تکنولوژی که مثلا امروز امکانات میدن، شبکه‌های اجتماعی از این بسیار ماهرانه استفاده میبرند و یکی از خصوصیت‌های واقعاً هم بگویم پیشرفتی یا دستاوردی همه این حزب حرکت‌های افراطی این بسیار ماهرانه استفاده بردن شبکه‌های اجتماعی است و متاسفانه برابر این تعلیم معتدلی عنعنوی بگویم دینی مثلا و تحمل پذیر در شبکه‌های اجتماعی خیلی کم دیده می شود. اکثر اگر ما بینیم مثلا همه اون ادبیاتی که مثلا امروز در شبکه‌های اجتماعی
از طریق شبکه‌های اجتماعی پخش میشن، این بی‌واسطه به همون حزب حرکت‌های افراطی منسوب است. بنابراین وقتی که جوانان با وارد شبکه‌های اجتماعی میشن و میخوان در آنجا مسائل دینی رو یا یگان موضوعهای دینی رو آموخته گیرن، البته پیش از همه در دستشون همون ادبیات‌های میغلطن که خصوصیتی مثلا سیاسی و افراطی دارن و البته اون جوانانی که سواد مثلا دینی دانش دنیوی مثلا خوب ندارن، همین اندیشه هایی که ترغیب میشن اینا رو همچون حقیقت دین قبول میکنن و من بعد در تطبیق نمودن آنها مثلا کوشش میکنن و حتی مثلا تطبیق همین اندیشه ها رو یکی از وظیفه های ایمانی خود محسوب میکنن. در نتیجه آهسته آهسته مثلا جوانان خودشون حتی بعضی وقت مثلا درک نکردن، نفهمیده وارد همون بگویم همین اندیشه های افراطی میشن و در نهایت آهسته آهسته هم گپشون و هم عملشون مثلا چی میشد عامل مثلا برانگیختن خصومت های دینی مذهبی یا مثلا تأخیر شهروندان دیگر یا در نهایت الکی عامل خطرزا برای جامعه میشود. بنابراین امروز جمهوری تاجیکستان با استفاده از تمام امکانات هایی که دارد، خصوصا در مسئله تبلیغات و دستاوردی که در تحقیق و مثلا تدریس و آموزش مثلا موضوعی دینی دارد، البته زیاد از موضوعی که مثلا از طریق شبکه‌های اجتماعی پخش میشن، وارد شدن مثلا اسلام تحمل پذیر در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در فضای اطلاعاتی تاجیکستان به نظر میرسد. ولیکن البته این یک مبارزه بسیار طولانی است، یک مبارزه بسیار دور و دراز است، چون که اگر ما مثلا فعالیت دولت اسلامی عراق و شام ما اگر بگیریم، اون شکستی که اونا مثلا روبرو شدن البته این شکست نظامی بود، این شکست حربی بود، ولیکن فعالیت ایدئولوژی اینها تا امروز مثلا در شبکه‌های اجتماعی چه است فعال است و اکنون همون فضای اطلاعاتی که مثلا اینها تا امروز گرفتن باید ما هم با استفاده از امکاناتمون وارد همون شبکه‌های اجتماعی شدم برای جوانان خودمون اما معلومات دقیق صحیح و درست دینی که هست باید رسونیم. در خاتمه خطاب شما به مردم تاجیک وابسته به پیشگیری آلوده شوی تفکر ساکنان به عقاید افراطگرایی چگونه است؟ ما باید یک نکته بسیار مهم برای خودمان باید به نظر گیریم که در نزد تاریخ یگان تاریخ از جمله تاریخ سیاسی یا تاریخ دین مقدس نیست و تاریخ دین در نزد خود دین مقدس نیست و محفوظ از خطا و کمبودی نیست. یعنی ما بسیار موادها بسیار تعلیمات‌هایی می‌بینیم که مثلا اینا بافته هستند، بسیار موادهایی می‌بینیم که اینا ساخته هستند، تعریف شده است مثلا اندیشه‌های دینی یا سرچشمه‌های دینی. بنابراین ما باید یک نظر انتقادی و علمی در آموزش مسائل دینی باید در جامعه‌مون داشته باشیم. اگر ما کورکورانه به اون چیزی که مثلا میشنویم یا اون چیزی که گفته میشود ما بی‌واسطه اگر باور کنیم، خونخو مثلا ما در این روند به یگان نتیجه دلخواه دستیاب نمیشیم. باید یک فکر انتقادی، یک فکر تحلیلی باید جوانان ما داشته باشند. وقتی که یک مسئله را میخواند یا یک مسئله را گوش میکند باید از دید مثلا جنبه های دیگر اجتماعی هم، فرهنگی هم، فلسفی هم، زبانی هم مثلا بی‌واسطه از جهت مثلا انسانی هم باید تحقیق و تحلیل کند که اگر پیرو به همین اندیشه شود عاقبتش چی است. تشکر زیاد. خاطررسان می‌نماییم که در مهمانی برنامه ما حضور داشتند محرم اکی انورزاد، کاتب علمی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. در انتها می‌سازد ذکر نمود که واقعا هم وقت نشان داد که از گفته تا به عمل حزب و حرکت‌های تروریستی و رادیکالی میلیون‌ها فرسخ مسافه است. شناخت چهره اصلی پیشروان، مبلغان و عموما جنگیان حزب و حرکت‌های تروریستی آنقدر کار دشوار نیست. در حال درگیر قرار گرفتن اهالی مسلمان داشته و کشورهای مسلمانی با این ظهورات نامطلوب خود دلیل آن است که تروریسم و اکستریمیسم با نقاب دین روی کار آمده و اصلا عملی سازنده برنامه‌های پسی پردگی قوه‌های بزرگ میباشد. در خاتمه سربلندی و خانه آبادی و در فضای امن و ثبات عمر به سر بردن هر یک تاجیک و تاجیکستانی تمنیات ماست. تا برنامه‌های دیگر خیر.